سلام بچه‌ها، من نیلوفرم. منم سارام. بریم سارا، امروز قراره یه اتفاقات خیلی جالب بیفته. عرفان قرار گرفته، تصمیم گرفته امروز یه بلایی سرمون مسابقه است. آره. محصولی؟ یه چالش داری. غیر محصولی. غیر محصولی. به به. اینو دوست دارم. یکی دو سال محصولی هم توش هستا. خب ولی نه محصولات خودمون. اشکال نداره. حالا اشکال نداره. یه بازی داریم. خب قرار ما مثبت 20 تا سوال ازتون بپرسیم. 4 گزینه‌ایه. فشار رو گفتید. 4 گزینه‌ایه. خب. هر کی جواب من سوال رو میخونم، صبر میکنید گزینه‌هاشم بخونم. هر کدومتون جواب میدونست میزنه رو بازر جلوش. رو بازر جلوش که زد میتونه جواب سوالو بده. خب. قوانین بازی: هر کی سوال درست جواب بده، هر یه سوال درست 2 امتیاز داره. هر کی رو بازرش بزنه جواب غلط بده 1 امتیاز منفی داره. چرا؟ خب هیچی بهش نه. نه، 1 امتیاز منفی داره. نکته بعدی: این بده. هر کدومتون میتونید 2 تا فرصت دارید. روی بازرتون که زدی میگی من میخوام 2 تا از این گزینه‌ها رو برام حذف کنی. 2 بار اتفاق میفته. هر کدومتون 2 بار فرصت دارید. 2 تا گزینه رو برات حذف می‌کنید، جواب میدید. سوال اینجوری نمی‌کنی ها؟ باید دستاتون کنار زنگ باشه. منو نگاه کنید، کنار زنگ اینجوری بذارید دستاتون رو. منو ببین. اینجوری نمی‌کنی. سارا دستتون جلوی زنگ باشه. جلوی زنگ. آره همونجوری. 1 2 3. آفرین. بریم. چه خوبه. خب سوال اول. گزینه‌ها رو میخونی اول؟ گزینه‌ها رو براتون میخونم بعد رو زنگ بزنید. بله. کدام خودروساز متعلق به کشور انگلیس نیست؟ 1 استون مارتین، 2 بنتلی، 3 مکلارن، 4 جنرال موتورز. جنرال موتورز. درسته. 2 امتیاز. به. کجا می‌دونستی؟ دیگه آخه سوال یه بعدی. چیزی خب، گفت جایزه که عشق منه. خب بنتلی من عاشقشم و میدونستم واسه انگلیسه. من فقط میدونستم. خب سوال بعدی: ماشین رنو ساخت کدام کشور است؟ کره، آلمان، ژاپن، فرانسه. کی زودتر زد؟ من حس می‌کنم این اوکی. فرانسه. درست. درست. اینا بلد بودم. خوشباله بردی. یکی. سوال بعدی: آرم بانک ملت چه رنگی است؟ سبز و قرمز، زرد و بنفش، زرد و آبی، زرد و قرمز. کی زودتر زد؟ خیلی سخت. حس میکنم خیلی مساوی زدی. بگو، چون من حس کردم این ور زودتر اومد. ببینم. زرد و آبی. اشتباه. میشه گزینه‌ها یه بار دیگه بخونی برام؟ سال گزینه‌هاشو بخون فقط. سبز و قرمز. ملت رو گفتی دیگه. بله، سبز و قرمز، زرد و بنفش، زرد و آبی، زرد و قرمز. زرد و قرمز. درسته. قرمز اصلا کارتشو ببین، آرمشو. من قرمزشو مطمئن بودم. اصلا آبی، صادرات آبی داره. سوال بعدی: ارگ بم در کدام استان قرار دارد؟ یزد، ماهشهر، بوشهر، کرمان. من زودتر کرمان. درسته. بله. زودتر سوالت اول تو دوست داشتم. من به خاطر اولش خندیدم. می‌دونستم اولین کاشتمو در جهان در کدام سال و کدام کشور بود؟ در کدوم سال و کدوم کشور؟ 1950 چین، 1980 آلمان، 1900 مصر، 1930 ژاپن. مصر. اشتباه. الان اینو 2 گزینه‌شو اگه از بین ببرم قبل از اینکه یکیتون بزنه باید گزینه رو حذف. من نمیدونم. من فرصت ندارم دیگه. نه، از این سوال رد میشیم. پس 1930 ژاپن بوده. دکتر ساساکاوا.
اولین فرد در تاریخ محسوب می شود بودیم اصلا. که اقدام به شده پیوند فولیکول مو کرد. ای بابا معلومه ای که ما- بابا. سوال بعدی، اصالت چای ماسالا از کدام کشور است؟ ایران، انگلیس، مراکش، هند. من آره نیفرست هند. درسته. به به. خیلی دارم برنده واضح بود. میشم. اصلا ماسالا تابلو بچه‌ها، بود. ماسالا میدونستید خیلی این بازی واضح جریمه بود. نداره؟ این بازی جایزه داره. برنده این بازی برنده کرم ضد آفتاب دیفیوژن واتر میشه. آنباکسینگ میذاریم براتون. سوال بعدی، آره، لغت پینما برگردان از کدام واژه فرنگی حوزه سرگرمی است؟ پینما حوزه سرگرمی. بچه من خودم هم جواب اینو نمیدونم. زیرنویس، سینما، انیمیشن، کامیک استریپ. چی هست؟ تو زودتر زدی بگو. من نمیدونم، زدم یه گزینه چرا فقط زدی بگم. بس؟ زدم بگم شاید شانسی درست باشه. میتونید دو تا گزینه رو بگید براتون حذف کنم؟ نه من میدونم. بگو. زیر نویس. اشتباه. اشتباه بود. گزینه‌ای بود دیگه میخونی. چی؟ کامیک استریپ، چی یعنی چی زیرنویس. کامیک استریپ؟ از اینایی که داستانا رو اینطوری تیکه تیکه می نویسن. این نوه مثلا الان ما یه داستان میگیم نیلوفر اینو گفت بالا می نویسه. آها. زیرنویس، سینما، انیمیشن. گفتی حوزه سرگرمیه. ببین حوزه سرگرمی خب قطعا این سینما و زیرنویس نمیتونست باشه. میره توی دو تا گزینه. سینما سرگرمی نیست؟ نیست. خب باشه ولی خب تو سینما بره باید زیرنویس شه دوباره دیگه. ها؟ یه جوری به هم وصلن دیگه. لغت پینما گفته چیه؟ یه لحظه. حالا من حس میکنم بین انیمیشن و ببینید این یه عجیب غریبه کامیک باید باشه. استریپ خب یه سری نقاشی ها، یه سری مجموعه نقاشی هاست که یه سری ماجراجویی روایت میکنه. می‌نویسن دیدید بالاش. توی مجله ها یه سری عکس ها رو آره. کنار هم دیگه منظورم- می‌زدن. من این گزینم. درست. گفتم عجیب غریبه است. ببین کنکوری هست به گزینه میرفتی معلوم بود. سینما، انیمیشن، زیرنویس تو یه خانواده آقا بود. چند قشنگ. چندیم الان بگو یه نمی‌دونیم. فکر کنم. نمیگید؟ اگه دو سه تا سال دیگه محاسبه میکنن بهتون میگم. اوکی. قطب های مهم صابون‌پزی در ایران کدامند؟ ای بابا. بگو. شیراز و کاشان، بروجرد و مشهد، تهران و اصفهان، بروجرد و مراغه. بروجردا رو دو بار میخونی برام دو تا گزینه‌شو. بروجرد و مشهد، بروجرد و مراغه. حس کنم بروجرد و بروجرد و مراغه. درسته. میدونستم. چجوری محاسبه کردی؟ این مگه ریاضی بود؟ نه ریاضی نبود. خب داشتم به داشت تاریخ فکر جهاد اصلا می‌کرد. داشتم فکر می‌کردم از صابون مشهد مراغه. صابون اصلا داشتم به دقیقاً داشتم این فکر می‌کردم مثلا مشهد ما صابون داریم نه نداریم. بروجرد و مراغه. آفرین. خیلی که دیرتر زدم. اینجا یه سری چیزا رو بلدیم، سرعت عملمون رو داره به چالش میکشه. ترانه عشق تو برای کدام هنرمند است؟ خب عشق تو دروغ بود دیگه. همایون شجریان. آخه بقیه‌اش چی؟ خب بقیه‌اش عشق عشق تو اسم اون کلیپ موزیکش عشق توه. همایون شجریان، مهدی یغمایی، علیزند وکیلی، امیرعباس گلاب. ببین من می‌خواستم بگم عشق تو دروغ بود دیگه بود که بگم فلانیه دیدم نیستش. خب عشق تو من میگم این آخریه رو میخونی اسمش. یعنی عالیه. علیزند وکیلی، امیرعباس گلاب، مهدی یغمایی، همایون. امیرعباس گلاب. درست. میدونی چرا امیرعباس گلاب عاشقونه بیشتر میخونه. پس نظر من آدمی که من عاشق این تحلیلات شدم. میدونی چرا؟ ببین مثلا داره میبره. همایون چون شجریان همایون شجریان آها عشق تو هم همایون باشه. شجریان عاشقه. همایون شجریان نه، همچین دیگه داره آهنگی میبره. می‌دونم داره میبره. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم ها. خب یه سری سوالا عجیب غریبه. خب برنامه ناتو هم که دیده باشی یه سری سوالا اصلا جواباشو هیچ کدوممون هم نمیدونیم ما. فقط برای اینکه چالش باید رو تحلیل کنی. آفرین. خب مثلا بعضی وقتا نیلوفر با حذف گزینه اصلا به جواب میرسی. دقیقاً. جواب نمیدی با حذف گزینه. مثلا به نظر من علی زنده وکیلی یا مثلا همایون شجریان من تا حالا خدایی نشیدم آره. هم مثلا روز عشق آره. تو و عاشقانه های آفرین. آنچنانی بیشتر سنتی تو. سوراق غذای محلی کدام استان؟ سوراق
استان مرکزی، استان گیلان، استان بوشهر، استان هرمزگان. من نمیدونم. میشه گزینه حذف کنی. به اول یه بار شهر اول رو باید میخونی. یه کدومتون بزنه اوکیه. روزنگ من بگم ببینم برای دو تا گزینه حذف کن. بذار فقط شهرها رو برام میخونی یه بار دیگه. هرمزگان، مرکزی، گیلان، بوشهر. میدونم گیلان نیست. خب شما میخوای من برای دو تا گزینه حذف حذف دو تا کنم؟ حذف کن. گیلان و مرکزی هست. گیلان و مرکزی، یه هرمزگانمون یه بوشه. اصلا مطمئن بودم گیلان و مرکزی نیست. خب یه هرمزگان و بوشهر. راق. بوشهر. اشتباه. من بگم. حذف گزینه کردیم نمیتونی جواب بدی. گفتیم که خب یه گزینه میمونه. چیو بگی تو؟ یاد ناجا افتادم. میگفتش که میشه 5 تا گزینش 4 تا رو حذف کنم. خب خب بریم سوال بعدی. ای بابا هرمزگان بیکینگ پود برای چه کاری در کیک استفاده می شود؟ طعم بهتر، از بین بردن بوی تخم مرغ، پخت سریعتر، پف کردن. من زودتر نه خیر. کی زودتر؟ دوتایمون با هم زدیم. 1 2 3 میگم دوباره بزنید. 1 2 3 یه دفعه دیگه. دقت کن. سنگ کاغذ قشی بیارید. اینجا قابلش آها. از یه سریع بار دیگه 1 2 3 جفتتون همزمان میزنید. سنگ کاغذ چی کنید؟ 3 تایی. سنگ کاغذی من. سرکاز نیلو عالی. بیا سرکاز دم دوست داری. 3 تایی ها. 3 تایی. اشتباه. سنگ کاغذ قیچی دیر آوردی. درسته. یکی هیچ بود. یکی هیچ. یک سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. چرا دی میاری؟ 2 سنگ کاغذ قیچی. 2 1 سنگ کاغذ قیچی. دیر آوردی. 2 1 فعلا. 2 سنگ کاغذ قیچی. 2 دوباره آوردی. بعد من اینو قیچی هستم. سنگ کاغذ قیچی. 3 2 جواب. به این کاغذ و سنگ جود. نبا. یه بار دیگه بگو. طعم بهتر، از بین بردن بوی تخم مرغ، پخت سریعتر، پف کردن. پف کردن. درسته. تابلو بود. خدایی تابلو بود. خب کنوس نام میوه محلی کدام یک از استان زیر است؟ مرکزی، کرمانشاه، کردستان، گیلان. سارا زودتر است. گیلان. درسته. از گیلان دیگه ما بهش میگیم کنوس. میذاریم همون رنگی از میشه. گیلان. میذاریم اون رنگی از میشه. گیلان. خب قشنگ میپزه این رنگی میشه. همه خیلی بهش. خوشمزه. نخستین ضد آفتاب در چه سالی ساخته شده است؟ 2000، خونده بود. 1800، 1920، 1932. حذف گزینه ها. 2000 و 1800 حذف میشه. 900 رو دوباره میخونی پس. آره. 1900 1932. 1900 1932 1900. اشتباه. اولین ضد آفتاب توسط یک شیمیدان استرالیایی سال 1932 به اسم میلتون بلیک ساخته شده است. دمش گرم. ما اینم خونده بودیم. آره اینا رو خونده بودیم ما. چرا یادم خوندیم و بدون غلط جواب دادیم. من سوال بعدی. صدا بودم دنبالش. بزرگترین معدن فیروزه ایران مربوط به کدام شهر است؟ کرمان، تبریز، شیروان، نیشابور. نیشابور. درسته. بله. این خرابم از دستمون در گرفته باش. نمیدونستم. خوبه ولی اوکیه. اصلا با مثلا نزدم. تابلو. سوال بعدی. نام دیگر همه پرسی چیست؟ خبرگان، مستمری، مستمری؟ آره، اضرار به غیر، رفراندوم. کی زودتر زد؟ من زدم. نیلو زد. نیلو یه زد. بار دیگه 1 2 3 میگیم. 1 2 3. من زدم. فارسی. همه پرسی رفراندوم دیگه.
افشان. آفرین. همونه. داری زود میزنی اینا رو. من نگران دستاتون یه جوری محکم میزنی. مال من که داغونه. طیف تجزیه شده نور به چند رنگ قابل رؤیت با چشم تجزیه می شود؟ طیفه. یه بار دیگه بخون. طیف تجزیه شده نور به چند رنگ قابل رؤیت با چشم تجزیه می شود؟ 5 6 8 7. من دیر زدم. دیگه من گفت 7. درسته. مرسی. رنگین کمون. آفرین، همین رو میگم. 7 رنگ رنگین کمون، چیزی که به چشم این تو تجزیه ذهنم میشه و بود. اون می‌بینیم. اینو تو علوم ابتدایی خوندیم. خوندیم. آره. چرا اینا رو یکی یادم از ببین چیزی هم نگذاشته از یکی از آثار تاریخی اصفهان، باغنادری، 20 ستون، حمام فین، 40 ستون. اصفهان؟ خان فرض حضور بگو. بگو. 40 ستون. بله. تابلو آقا 40 دارم ستون می‌برم. اصفهان. آخه باغ فیل. باغ فیل. تازه رفته بودیم. کاشان. امتیاز رویتر با مخالفت چه کسی لغو شد؟ مدرس، هویدا، بنی صدر، حاج مولا علی کنی. یه بار سوال و جواب بخون، من اینو خوندم بلدمش. امتیاز رویتر با مخالفت چه کسی لغو شد؟ مدرس، حاج مولا علی کنی، هویدا، بنی صدر. کنی. کنی، بله، حاج مولا علی کنی. خداییش عالی بود، عالی. قشنگ نه تاریخ بریم. یاد. باری کرد. مؤسس سلسله تیموریان، شاهرخ، ابو سعید، چنگیز، تیمور گورکانی. تیمور گورکانی. بله. تیموریان سخت بود خدایی. من دستم دیگه اذیت نکردم. این نمی‌بردی؟ حیف بوده. اشکال نداره. یه سوال ادبیاتیه. خب به ادبیات دوست دارم. ادبیات. خدا بره که گوش بدید، یک شعر باید شما تکمیلش کنید. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که گزینه ها، چون گریه کند در راهش، چون رخنه کند در کارش، چون اشوه کند در کارش، چون خنده کند در راهش. یه بار شعر رو میشه بخونی؟ آره. ما آروم بخون. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون گریه کند در راهش، چون رخنه کند در کارش، چون اشوه کند در کارش، چون خنده کند در راهش. اون وقت آخرین گزینه است. کدوم؟ آخریش دیگه. چون خنده کند در راهش، نه یه بار دیگه بخون همشو. چون گریه کند در راهش، دو تا گزینه رو حذف کن. چون گریه، بذارید بخونم براتون گزینه‌ها رو بعد حذف می‌کنم. چون گریه کند در راهش، چون رخنه کند در کارش، چون اشوه کند در کارش، چون خنده کند در راهش. خب من گزینه چون گریه کند در راهش، چون رخنه کند در کارش رو حذف کردم. اول دومو. اول دوم. خب سوم چهارم یه بار بخون. چون اشوه کند در کارش، چون خنده کند در راهش. چون اشوه کند در کار. درست. بله. آخه چرا باید گریه و خنده و تابلو بود دیگه، باید اشوه کنه. ببین اگه میگفت زنبور داشت شعرش، من میگفتم مثلا رخنه کنه، گریه کنه. بلبله خیلی خوب تحلیل می‌کنه. از بلبل داره میشه. من اینا رو کجا خیلی چیز بلد میشم اینا رو انقدر. خانم فرزخواه از دوبار حذف گزینه استفاده کردی. تمام. یعنی آره تو هم استفاده کردی یه یه دونه. دونه. من یه دونه استفاده کردم. مشخص نیست الان برندمون کیه تا الان؟ فعلا الان حساب میکنیم بهتون. خب مگر به دامن گل سر نهاده شب دوش، که آید از نفس غنچه بوی آغوشت. چی؟ شاعر این شعر چیه؟ یه بار دیگه میخونم. مگر به دامن گل سر نهاده شب دوش، که آید از نفس غنچه بوی آغوشت. دوستانی که دارن نیلوسا رو میبینن ببخشید، چون واقعا من اهل شعر و اینا نیستم، شاید یه جایش اشتباه گفتم. خب جوابم میگیری که خب بخون شاعرها رو بخون برامون. رهی معیری، ناصر خسرو، منوچهری، شهریار. دو تا گزینه اول برام حذف کن. شهریار و منوچهری رو برات حذف کردم، ناصر خسرو، رهی معیری مونده. ناصر خسرو یعنی رهی معیری. ببین اینا هم قافیه نیست. خب مصرع دوم نداره اینا برام بخونی، هم قافیه‌اش بتونم شعرش بکنم. مگر به دامن گل سر نهاده شب دوش.
بیت دوم شب دوش یا شب دوش؟ نه میدونی شب چرا؟ میدونی؟ شب دوش. مگر به دامن گل سرنهاده شب دوش. میگه دیشب آره. نگاه که سرت گذاشتی تو دامن آره. گل که آید از نفس قنچه بوی آغوشت. که آید از نفست از نفس خب. قنچه بوی آغوشت. همچین چیزی. میدونی قنچه بوی من چه آغوشت. فکر میکنم اگه بیت دومش رو هم میدادن میتونستم متوجه شم که این ببین الان اینا قافیه هاش با هم یکی نیست. اون دوش این چی بود ته؟ آغوشته. خب قافیهش با هم یکی نیست. حالا ناصر خسرو هم قافیه میگفته، پس هم رهی معیری. نه ببین ناصر خسرو چون عشقی میگفت خیلی. جوابش چی بوده؟ رهی معیری درست. گفتم ببین من از قافیه داشتم به جواب میرسیدم، یعنی بیت دوم بود اون اول میگفتم رهی. دیگه باشم رفیقم رهی. سارا دوستم امتیاز 16، خانم فرزخا 15 و سوال آخرین. آخ یا چرا اینجوری میشین؟ ببین مثلا اشتباه گفتیم کم شده. نه اصلا کلا همیشه آخرین مجبور آخر خدای رحم کن. خدایا بذار من اینو لک کنم. الان سوال آخر یه جوری سخت میده پرا منو تا اصلا نمیزنیم. چون این هم شعره. شعر. بله. دوست دارید شعر باشه یا دوست دارید محصولی تاریخی باشه؟ شعر بهتره محصول تاریخی دیگه نمازه. مثلا اگه محصول تاریخ باشه چه محصولی؟ چی؟ اگه محصولشو دیگه نمیگم. محصولشو بلدی هر چی شعر دیگه خودت بگو دیگه. ببین چی اوکی ما جفتی سخته. حالا بذار این سوال از اون بپرسم. جفتی سخته. مفهوم کنایه بیته که میخونم براتون چیه؟ نرفتم به محرومی از هیچ کوی چرا چی؟ نرفتم به محرومی از هیچ کوی چرا از در حق شوم زرد روی. چرا از در حق شوم زرد روی. شوم زردرویی. شوم زرد رویی. بله. روی یه بار دیگه از اول بگو. نرفتم به محرومی از هیچ کوی چرا از در حق. آخه بگو. میگم تحت لفظی. بعد من گزینه‌اشو نخوندم. گزینه داره به من محروم انقدر شد. آمادم واسه تحت شد. لفظی ترجمه کردنش. میخواید براتون خیلی سوال سختی بچه‌ها، میخواید سوال شارتون عوض کنم؟ نه من اینو میخوام جواب بدم. این محروم شد نه؟ محروم نشدم. چرا گزینه نخوام خب اصلا من تحت لفظی ترجمه‌مو میگم اصلا بدون آخه گزینه. نمیشه. الان بذار من بخونم گزینه‌ها رو. قوانین مگه نداره؟ بذار من گزینه‌ها رو بخونم بچه‌ها. بخون. بذار من بخونم براتون. عجله نکنید. زار و نزار شدن، بدهکار بودن، طلبکار شدن، شرمنده شدن. اینجوری می‌خواست بگه تحت لفظی. خب این معنی الان چی شد؟ این داره محرومه یا این نیست؟ داره میگه بچه‌ها مفهومشه. الان من جوابشو میدونی؟ من میتونم یه بار اینو دیگه ترجمه بخون. کنم. بزنید اگه هر کی جواب میدونه باید بزنه. خب آخه سارا زده. نرفتم به محرومی از هیچ کوی چرا از در حق من شوم زرد میگم روی. زار و نزار شدن. نه نیست. نیست. خب توی اصلا نیست. یه بار دیگه بخون. نرفتم به محرومی از هیچ کوی چرا از در حق شوم زرد روی. خب یه بار دیگه. شوم زرد روی. ببخشید بچه‌ها من چیز سوتی دارم. شوم زرد روی. خب برو از اول برو. بچه‌ها میخواد سوال عوض کنم. گزینه‌هاشو بگو. نه بدهکار بودن، طلبکار شدن، زار و نزار شدن، شرمنده شدن. شرمنده شدم. درست. خودم بهت رسوندم. شدید صدامو. نه به خدا قشنگ ایول نگاش کردم. بردم خب فکر کنم 17 16. آره چه اینجوریه؟ من کامل میتونستم بیتشو ترجمه کنم براتون. زود زدی. من فکر کردم میگه ترجمه بیت چیه. خب نگو مفهوم کلی بیتو میخواست. وگر میدونم من انقدر تست ادبیات ببین من از 6 7 سال پیشی که کنکور دادم همه چی یادمه. به وضوح میتونستم الان کلمه به کلمه‌شو براتون ترجمه کنم. به خاطر همین تعجب کردم. مثلا گفت یهو مثلا گزینه داره گفتم خیلی خوب بود ولی چجوری میخوام برام دوباره این بازی کویز آف کینگ بریزم تو ولی بچه‌ها این بازی ها میدونید جذابیتش چیه؟ من خودم خیلی پیشنهاد میکنم. من بازی ریالیتی شو رو خیلی نگاه میکنم ولی یکی از بهترین بازی ریالیتی شو تبلیغم نمیخوام بکنم برید واقعا ببینید. ناتوه. نه فقط بحث
کمدی تور بودنشونه، اینکه اطلاعات عمومی خیلی خیلی خوبه. بالا. منم مثلا من خیلی دوست دارم اینکه یه سری هر یه قسمتی که میبینم 10 تا اطلاعات عمومی خیلی جدید خوبه. به اضافه میشه، خیلی برام جذابه. آره. دمتون گرم، بازی مرسی از جذابی شما. بود. پس برنده دیپ فیوژن واتر منتظر آنباکسینگ باش. بیا این جلو دورو بر بچه‌ها بازش کنیم. انشالله آنباکسینگ موجود شد کنیم. به امید خدا. بعد همین. مرسی. مرسی. خدا. خدا.